جوانان، دانشپژوهان، خواهرها، برادرها این از من داشته باشید. فرمودن توزیع الوقت توسیعه، وقت را قسمت کردن وقت را وسعت دادن است. ببین اگه قسمت نکنی کلاف سردرگم روز تمام میشه، هیچ کارم نکردی. اما وقتی توزیع بکنی، آقا این ساعت من مال این وقت، این ساعت هم مال اینه، این ساعت مال گلستان سعدیه، منت خدای را عز و جل، این ساعت هم مال صناعیه، این ساعت میخوام مفاتیح بخونم، این ساعت میخوام 2 تا یادداشت بردارم. خب خدا توفیقت بده، خیلی زیباست والله. اگه اروپاییان بلد باشه یه کتابش میکنن توزیع الوقت توسیعه، یعنی وقت را قسمت بندی کردن، وقت را وسعت دادن است. مثلا وقتت وسیع میشه. ببینید خدا به ماها عمرایی که داده، ببین چقدر عمر داده. بعضی 50 سال، 60 سال، 70 سال، یه تا بالا پایین. شما نگاه کنید ببینید تمام موفقا در همین یکی که موفق شدن. مثلا فلان کس که مؤلف کتاب بوده 200 سال عمر نکرده،